عزیز قرار دارید در نزد تجهیزات‌های آقای عبدالزاده من درباره همین اپارات نگفتم که این کنجورای بنیاد خوش‌صفت هم میبرد به غرض از روغن زغیر دیدید به غرض از روغن زغیر کنجورای خوش‌صفت هم میبرد انا اینش آسیا بوده است باز درون آسیا میپرتوید دانه خرما رو از این کافه میسازد یعنی پرتوید بله میگم داخل اینش هم شما خودتون آماده ساختید این تجهیزات بله این آپارات ساخت خودم هست ببینید آقای اسکندر در همین جا درست شده اینش هم صفتش هم همش نژوی که به حساب ورقش بسیار قوی فهمو پرتوید بعد اینو میریزیم داخل نژوی که ورقش قوی بوده است بله و سرد یعنی چه میشه بعد این درش بسته میشه این روشن میکنه روشن کنه ما این خیلی گردوندن در کار بوده است خیلی جموندن در کار کم تکان میدیم که قشنگ تکان دادن در کار همش آسیا برای آموخته شدن ارالش شدن آموخته شدن تکان دادن در کار بوده دانه خرما پرتوفتیم سخت‌ترین دانه ها دانه خرما سخت‌ترین دانه خرما این میگیره دانه خرما این اساساً از این آسیا برای ارد است برای گندم هست برای مرد ما میگیم فلفل مرد سیاه هست زرچوبه بعد زرچوبه زنجبیل شما چی میگین زنجبیل میگین هر دانه این دیگه الان آسیا شما زنجبیل میگین ما میگیم زنجبیل اما این تمام دیگه حالا در رو باز میکنه ما اسکندر ما قلمفور میگیم مایده کرده پرستکو کنی گیری من هم درون عزیز دونه گیرید این طرف دونه نشون تید این کافه مول که بریم دونه این خیل بود پرتوفتیم حالا این خیل شد کافه شد در عرض 30 ثانیه 30 ثانیه ده این در یک ساعت چند قدر ارد میکند تخمینا دقیقاً تایم نگرفتم ولی خب در کل این آسیابش بسیار قوی و زود آسیاب میکنه خیلی این دیگه سخته یک 50 کیلو نمیکند در یک ساعت در یک ساعت که 50 کیلو نه ولی خب در یک ساعت ممکنه در 15 کیلو در 15 کیلو ممکن ارد کرده تید نکی کافی بسیار چیز نقص بوده است این چند پول آقا جان اینو قیمتش گفتیم آقا اسکندر حضور شما 2000 تومانی 2000 تومانی بعد موتورش بسیار قویه این نژویکاش هم نگاه کنید چقدر ضخیم این هم گارانتی دارد گارانتی داره بغیر از نساز موتورش به غیر از موتورش چون موتور اگه زیاد خاموش نشه یک سر کار کنه ممکنه ویران بشه دوستان عزیز گارانتی داره شد فهمیدم دوستان عزیز مرحبا مراجعه کنید با آقای عبدالزاده تلفن 902 72 32 96 این یک جوری طعم قهوه میده آقا این قهوه میشه طعم قهوه دارد حالا ان شاء الله امشب درست میکنین ببینین طعم هم تیت کنی قهوه پس اومد در خونه 902 32 72 96 آقای عبدالزاده مرحمت مراجعه کنید هم برای آسیاب هم برای روغن زغیر کنید من اینجا کنجوره برو ورساز اینجا روغن زغیر برو ورساز در یک ساعت چند قدر زغیر میبره گفتید در 8 ساعت 8 تا 10 کیلو روغن زغیر این استیون نیست هم زرد خوشبو است که در پناه خدا باشد با کسی معقول باشد یک تا لایک مونید مرحمت مراجعه کنید با آقای عبدالزاده